با نام یاد خدای مهربان. سلام خدمت یکایک دوستان و همراهان چیستامل، چنل یوتیوب چیستامل. امروز توی یکی از بهترین مال‌های کرج، این در واقع تو عظیمیه کرج هستیم و تو مهراد مال. خیلی خوشحال و خرسندیم که از امروز در خدمتتون هستیم با یه محتوای بسیار جذاب و دیدنی دیگه. در خدمت راسین جان جانانمون هستیم. نام راهنمای گمگشتگان خدا رو شکر می‌کنم که الان فرصت رو دارم در خدمتتون باشم توی محیط جذاب و ویژه که واقعا یکی از بهترین مال‌های کرج هستش. میتونم بگم بهترین مال کرج هستش که حالا به لطف خدا این فرصت رو داشتیم که امروز تو اینجا ضبط رو داشته باشیم. صحبتی که امروز آماده کردیم براتون خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که مرحله حرفه‌ای تر شدن رو توی مشاوره املاک پی بگیرید و بهتر اون رو جلو برید. حالا مثال هایی که توی ذهنمون هست، من و مجید که قبلا راجع به صحبت کردیم، این همنشینی های ما این بازخورد رو بهمون داده که امروز و الان در خدمت شما باشیم و بتونیم اینها رو به سمون نظرتون برسونیم. خیلی باورشون نمیشه از اینکه ما گفتیم که ما صحبت‌های خصوصی و کافه‌ایمون رو در واقع آوردیم و داریم به اشتراک میذاریم باهاتون و اینا. الان باید باورتون شده باشه ما الان بالا بودیم تو فود کورت، بعد تصمیم بر این شد که ویدیو بگیریم و در خدمت شما باشیم. راست این سریای قبل راجع به آگهی نویسی صحبت کردیم، سرفصل تبلیغ نویسی و آگهی نویسی رو با هم دیگه مرور کردیم. ما بعد از مرحله آگهی نویسی یه مرحله رو داریم که دوباره مخاطبین بابت آگهی ها با ما تماس میگیرن و ما در واقع اون مرحله کارشناسی مشتری رو باید به صورت تلفنی در واقع انجام بدیم که منجر به سرویس بخواد بشه. راجع به این موضوع با هم صحبت می‌کنیم. که حالا یه مرحله قبل‌تر سرویس دادن هم گفتی. ببینید خب مشتری از هر طریقی که به دست شما بیاد، از طریق حالا مشتری آگهی توی دیوار، فضای مجازی، یا کسی بهتون یک مشتری رو معرفی میکنه، یا هر اتفاقی که میفته و منجر به این میشه که شما یک مشتری سراغتون بیاد، بهتون زنگ بزنه و تماس بگیره، شما از اینجا به بعد باید نیازسنجی بکنید. نیازسنجی به چه معنا؟ به این معنا که باید بدونید که اون مشتری دقیقاً چه چیزی میخواد. خیلی وقتا مشتری که سراغ ما میاد، مجید بارها دیدم، تا میاد میگه میاد داخل مشاوره املاک میشه یا زنگ میزنه، طرف پرسه چقدر پول داری، چه متراژی میخوای بگیری. واو چقدر زشته. خیلی بده دیگه. شما انگار مشتری کالا میدونید که میخواید ازش استفاده بکنید و به نتیجه برسید. این حرکت به شدت توهین‌آمیزه برای یک مشتری. یعنی من خودم اگه بخوام ملکی رو بگیرم یه همچین رفتاری ببینم، میفهمم که اون مشاور املاک خیلی این کاره نیست یا حداقل آموزشی در این زمینه ندیده. آموزشی که ما داریم می‌بینیم، می‌خوایم بهترین حرکت رو انجام بدیم که بیشترین نتیجه رو بهمون بده. به قول معروف یه شعری بودش که گفت به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. دقیقاً همون شکلیه. شما اومدید توی آموزش‌های مختلف، توی اتفاقات مختلفی که به شما درس میدهد که خودتون رو بهتر بکنید. این مهمترین بخشیه که همیشه باید یادتون باشه. حالا مشتری به شما زنگ میزنه، مثلا از توی دیوار، این مثالی که میزنم دقیقاً توی همه پلتفرمایی که به شما مشتری داده میشه باید این رو اجرا بکنید و مرحله به مرحله برید جلو. سلام آیه فلانی، احوال شما؟ من یه آگهی ازتون دیدم 150 متر، یا فلانی شماره شما رو داد، من میخوام 5 میلیارد پول دارم خرید انجام بدم. شما میگید که آیه فلانی، شما با توجه به اون نیازهایی که توی ذهنتون یه توضیحی به من بدید که من دقیق متوجه بشم که چی مد نظرتونه. این ملکی که شما براش به من زنگ زدین، قبل از این که مشتری از شما بیاد و همه چیز رو بپرسه، اطلاعات مکفی رو بدید. من دیدم به بعضی زنگ میزنید قطره چکانی میخوان اطلاعات بدن. حتما مشتری باید متراژ رو بپرسه، حتما مشتری باید چند طبقه چندم چند بادی بپرسه. اصلا شما این اکتفا نکنید که همه چیزو توی آگهی نوشتم، یا طرف اما پول داره دیگه، من نمیتونم ملک مثلا 5 میلیارد گفته پول دارم ملک 8 میلیاردی بهش معرفی کنم. بعضی وقتا مشتری چون که نگاه بدی هم به مشاور املاک داره، به اصلا سیستم ملکی توی ایران داره، دقیقاً میاد به شما قیمت واقعی و اون هزینه واقعی که میتواند هزینه بکند رو به شما نمیگه. شما باید این رو از زیر زبونش به قول خودمون در بیارید. حالا چجوری این اتفاق میفته؟ قدم اول قطعاً و حتماً اینه که شما یک رفاقتی، یک صمیمیتی با اون مشتری در حد حرفه‌ای خودش
برقرار بکنید. کسی که پای تلفن به شما زنگ میزنه یعنی به شما اعتماد کرده، یعنی یک وظیفه به نظرم من خیلی مقدس و سنگین رو به دوش شما گذاشته که اون ملکی که خانواده‌اش میخواد بره اون تو، حالا یا میخواد بخره یا میخواد اجاره بکنه یا اصلا ملک اداری میخواد اینجا کسب و کاری راه بندازه، ملک تجاری، هر اون چیزی که هست اون رو داره از شما میپرسه که باید یه حرکت مثبتی براش بزنید. پس این وظیفه رو خوب درکش کنید و با هیجان 100% حتی ملکی که عدد آنچنانی کمیسیون برای شما نداره، حتی اون ملک رو با هیجان 100% معرفی بکنید. سعی بکنید که برای خودتون و مشتریهاتون ارزش قائل بشید. وقتی مشتری میگه مثلا برای 100 متری چه میدونم 4 میلیاردی زنگ زدم، همون قدری براش وقت بذار که برای مشتری که حالا میگه من 15 میلیارد 16 میلیارد میخوام هزینه بکنم وقت میذاری. خیلی خاطره حالا شاید شیرین باشه یا تلخ. یادم اولین باری که توی دفتر املاک کفی نشسته بودم، یه زوجی اومدن اون موقع مثلا به پول الان حالا شاید 30% اون خواسته که داشتن هزینه‌اش رو داشتن و اونا اومدن به ما گفتن که آقا من یه همچین ملکی میخوام که مثلا 10 من اندازه 3 هزینه‌اش میتونم انجام بدم. من از روی بی‌تجربگی اینا که هم اومدنشون از جام نایستادم هم موقع رفتنشون. بعد مدیر املاکمون برگشت گفتش که فلانی تو چرا برای مشتری ارزش قائل نیستی؟ همین مشتری میتونه یه مشتری 100 میلیاردی 50 میلیاردی 20 میلیاردی توی اون رادار مشتریای تو بیاره و تو بتونی ازش پول در بیاری. این یک. دو این که مقام انسانیت یک آدم واقعا زیر سوال میره اگه شما این کارو نکنید. اینایی که من دارم میگم اصلا یه موضوعی نیستش که شما فکر کنید من دارم کتابی براتون حرف میزنم. هر چقدر آدما رو بیشتر براشون ارج قائل بشی و بزرگشون بکنید این قطعا به خودتون برمیگرده. این رو من با ایمان قلبی میگم و به شدت بهش معتقدم. پس مشتریتون رو کرامت و احترام بگذارید. حالا عرضم به خدمتتون که حالا من یه تقدیر تشکر ویژه داشته باشم از حمایت هایی که از این چنل یوتیوب دارید. لطفاً سابسکرایب کنید اونایی که از اکسپلور اومدن و اون دکمه زنگوله رو بزنید که مطالب جدیدی که ما آپلود میکنیم در دسترس شما قرار بگیره. با لایک های زیباتون به ما انگیزه و انرژی میدین و مسیر رو ما یه جوری برنامه‌ریزی کردیم که طبق خواسته های شما و به قول سوالات ذهنی شما پیش بره. پس حتما به ما کامنت بدید. اما اینکه راستین ما تو سرفصل تماس با مخاطب چیزی که داریم اینه که بس اطلاعات دادن نیست، بیشتر باید اطلاعات رو ما بگیریم. چه شکلی؟ با طراحی کردن سوالات باز. خب سوالات بسته خوبی؟ یه جواب داره ممنون یا بدم یا خوبم دیگه. سوالات رو باز طراحی بکنید. قبل از اینکه طرف مثلا بگه که من بابت فلان ملکتون تماس گرفتم و اینا، یه سلام و احوال پرسی خیلی گرم به قول راستین باشون سعی کنید دوست بشید و اینکه بیاید سرفصل بعدی اسمشون رو بپرسین که بتونید مورد خطاب قرارشون بدین و اینکه خودتون رو معرفی بکنید و بگید که خیلی خوشبختم از اینکه با شما مصاحبت دارم و اینا. این شکل میده به اون نوع گفتگو. این نوع گفتگو ارتقا پیدا میکنه. حالا چه سوالاتی میتونیم بپرسیم؟ طرف میگه که مثلا این ملکتون کجاست، چه شکلیه، چه جوریه. شما سری نرید مثل یه چطور بهتون بگم، این صدای یک نوار ضبط شده است، یه دیتیلی که از قبل حفظ کردید و شروع کنید توضیح دادن، طبقه فلان انقدر متراژ، رو به فلان این امکاناتو داره. اینا رو ول کنید. یک سوال، معیارهای شما برای انتخاب چیه؟ یه سوال کوتاه پرسیدین، از این سوال، از اون دست از سوالات بازیه که سوال یک جمله است ولی جواب یک صفحه است. خب معیارهای شما برای انتخاب چیه؟ اون سه تا گزینه اولی که میگه معمولا تو اولویتش قرار داره. میخوام آسانسور داشته باشه، میخوام حتما پارکینگ داشته باشه، میخوام نمیدونم لابی رو داشته باشه. هر اون چیزی که داره میگه اون دوتا یا سه تای اول اولویتاش در واقع. ما ملکایی رو تو ذهنمون سورت بکنیم و بهش معرفی بکنیم که این سه تا المان رو داشته باشه که به معیارهای طرف مقابل جور در بیاد. وقتی این شروع میکنه گفتن اصلا خواه ناخواه تو ذهن شما داره پایلا الک میشه.
شما گاه هم میتونید بگید بله دقیقاً این ملک همون امکاناتی که شما فکر میکنید رو داره، یا نه اصلا نداره، ما اینو ندارم ولی 2-3 تا مورد دیگه دارم به مورد شما نزدیک، این ملک اصلا به درد شما نمیخوره. وقتی این رو شما صادقانه برمیگردید بهشون میگید، یه اعتماد خاصی ایجاد میشه. من به نظرم تو اون لحظه که این اعتماده ایجاد میشه دعوتشون بکنید حضوراً توی دفتر، بگید تشریف بیارین اینجا حضوراً در خدمتتون باشیم، با هم دیگه یه استراتژی رو بچینیم که چه مواردی رو میتونیم با هم دیگه بررسی بکنیم و اینا. اگه بخواد بره توی مثلا سرفصل عکس بفرست و نمیدونم ویدیو برام بفرست و اطلاعاتشو تو واتساپ بفرست، خب ما ذهنمون فرداره، فضای سوشیال هم فقط واتساپ و تلگرام و اینا نیست، ما همه چی رو داریم، بین این اپلیکیشن ها گم میشه توی ذهنش و بین مواردی که کلا امروز زنگ زده به جاهای مختلف، املاک‌های مختلف گم میشه. پس حتما سعی کنید که به صورت حضوراً باهاشون قرار بذارید، بیاریدشون توی دفتر و بتونید باهاشون سرفصلایی رو مطرح بکنید و خدمات به قولی با کیفیت تری رو بهش بتونید ارائه بکنید و اینا. این قسمت از سرفصل تلفن پاسخ دادن باید در واقع اگر فایل رو شما معرفی میکنید منجر باید به این بشه که برای سرویس بیاد. خب حتما تایم سرویس رو وقتی هماهنگ کردید رأساً اعلام بکنید، نه دیرتر نه زودتر. بعضی میگن که بین ساعت 3 تا 4 بیا، اولین چیزی که به ذهنش میخوره الاف بیکار دیگه، بین 4 تا 5 هم مشکلی نداره. مثلا فلانی میگه که کی من میتونم برای بازدیدش بیام، شما برگردی بگید که هر موقع دلتون خواستش من هستم، زنگ بزنید من هستم و اینا. خب بازم بی ارزش بودن کار رو داره نشون میده. و حتما رأس ساعت 4 لطفا اینجا باشین. میتونید از دیتیل های مختلف، چون مالک از جای دیگه ای داره تشریف میاره، حالا راه دور یا راه نزدیک، حتما رأس ساعت اونجا باشین، مقرراتی باشون برخورد بکنید که رأس ساعت اونجا باشن. حتی اگر مثلا تأخیری هم توی اون ماجرا داشتن بتونن حتما جوری باشون برخورد کرده باشین که به شما یه پیام بدن من 10 دقیقه دیرتر میرسم، من فلان جا گیر کردم و اینا. این موضوعات رو باشون حتما سفت و محکم ببندید و موقعی هم که میان برای در واقع سرویس یه سرفصل رو باز بکنید که اون سلام علیک اولیه‌ای که رو در رو میکنید خیلی گرم و اسمشون رو مورد خطاب قرار بدیم و خیلی خوش آمده ویژه خدمتشون عرض بکنید تا اینکه بتونیم در واقع اون سرفصل استراتژی فروش رو در واقع ما بتونیم باز بکنیم و باشون جلوتر بریم. ببینید در مورد کل زندگی، کل آشناییتایی که توی زندگی داریم، توی حرفمون داریم، همه بخشایی که شما میخواید ارتباط برقرار بکنید، ما یه 5 ثانیه داریم، حالا خیلی هم میگن یه 10 ثانیه داریم، یه قضاوت اولیه داریم که آدم‌ها در مورد شما قضاوت میکنن. شما وقتی که میخواید شروع بکنید یک ارتباطی رو، این شروع باید خیلی قدرتمند باشه و خیلی صمیمانه باشه به قصد این که اطلاعات رو بگیرید. این شروع رو حالا مجید خیلی خوب بازش کرد. شما قطعاً باید دیتیل اولیه رو که ایشون از شما میخواد و نیاز رو میخواد که از شما رو برطرف بکنید، مثل هر فرایند فروش دیگه‌ای، فرایند فروش یه دونه عطر با فرایند فروش یک ملک 100 میلیاردی هیچ تفاوتی نداره. تنها فرقش اینه که یه سری دیتیلایی که این وسط هست، جزئیاتی که هست متفاوته. وگرنه اصل اینه، شما نیاز سنجی میکنید و یک چیزی رو معرفی میکنید به کسی. من چند بار توی ویدیوها هم گفتم، تست کردم، فروش یک لوازم آرایشی واقعا با ایمیل هیچ فرق نداره. کنار خیابون خیلی با افتخار و احترام به اون کسایی که اومدن و مثلا دستفروشی کردن، من یک جلسه تست کردم و این دستفروشی رو هم انجام دادم، واقعا هیچ فرقی نداره. شما وقتی صمیمانه و از روی واقعا قلبتون مشتری رو اگه فامیل خودتون بدونید، عضوی از خانواده خودتون بدونید، حتی یه سری وقتا به مشتری پشت تلفن باید بگید آقا این نیازایی که شما دارید توی منطقه‌ای که من هستم تامین نمی‌شود، برید منطقه بالاتر، برید منطقه پایین‌تر. یعنی تا این حد شما احترام رو باید ایجاد بکنید. چقدر برامون پیش اومده که یه سری قراردادها رو آوردن اصلا توی دفتر ما انجام بدن، ما گفتیم آقا این ملک یا ملک بغلیش یا اصلا اون منطقه خیلی مناسب نیست برای این عددی که تو داری پرداخت می‌کنی یا برای این حرکتی که تو داری میزنی،
و اون آدمه اون کار رو انجام نداد و بعدها اومده یه خرید خیلی بزرگی از ما کرده یا یه مشتری خیلی خوبش رو به ما سپرده. دیدگاهتون خیلی از دور به قضیه نگاه بکنید. یعنی آدم وقتی خیلی تا نوک بینیش رو نگاه بکنه یه روزی خیلی کوچیک نصیبش میشه، یه عدد خیلی کوچیک. ولی اگر واقعا درون ذهنتون این باشه که آقا من این 100 میلیون 50 میلیون 10 میلیون رو شاید الان از دست بدهم ولی بعداً این میتونه حسابی برای من جبران بشه، اتفاقی که میفته اینه که واقعا درهایی که به روی تو بسته است برای درآمدزایی به روی تو باز میشه. این اتفاقی تو همه کسب و کارها هست، توی توی املاک که بزرگترین کسب و کار اقتصادی مملکت ما هست بدون اغراق به نظر من، حتما آمارها هم حالا این رو نشون میدن، توی این قضیه بیشتر خودش رو نشون میده، چون صداقت و درستی هم توی این قضیه توی این بخش خیلی کمتره و شما برند میشید با این حرکت. فکر کنم زمانمون آره زمانمون که رو به اتمامه. لطفاً اگر از اکسپلور میاد حتما ما سابسکرایب بکنید، لایک اون بکنید که خیلی خوشحالمون میکنه و حتما اون دکمه زنگوله رو بزنید که ویدیوهای جدید که آپلود میشه حتما در دسترستون قرار بگیره. تو کامنت ها هم بازخوردا رو به ما بدید که ما مسیر رو بر مبنای اون چیزی که خواسته شما در واقع تنظیم بکنیم، موارد رو مطرح بکنیم که به درد شما بخوره. اینکه من یک دفعه وسط ویدیو یه عرض سلام خوش آمد داشتم، در واقع مهندس ولی رو من دیدم. مهندس ولی یکی از نامبر وان ترین و برند ترین سازنده های استان البرز هستن. ایشون انبوساز هستن و در کار خودشون هم قدیمی هستن و بسیار بسیار خبره. یعنی هر کسی مورد مثال خیلی از سازنده هاست. حالا مشاورین املاک که بماند، ماشاءالله ایشون آنچه خوبان همه دارند و همه رو یک جا داره. یکی از خصیصه‌های این که ما تو مهراد مال اومدیم اینه که به قولی آدمای درجه یک رو ما اینجا همینطور داریم پشت سر هم دیگه میبینیم. حتما باشون ویدیو خواهیم داشت و ما رو حمایت بکنید که بتونیم ویدیوهای جدید رو در خدمتتون باشیم. خیلی خوشحال شدیم از اینکه بازم یه برنامه دیگه در خدمتتون بودیم. دوستتون داریم زیاد. خدا نگهدار.